فقیری از ولسوالی از زیبای گذره، خانم سحر از خیرآباد و دوستای دیگری هم که تشکری از برنامه کردم که حتما پیام های از دوستا در برنامه امشب خوانده خواهد شد. پیش از اینکه برای ما سراغ پیام های دوستا، برای ما قسمت اول برنامه نمایشنامه رو با هم یک تماشا کنیم، بعد دوباره خدمت شما برمیگردیم. جمشید بله. چی سل میکنی؟ یک گلاس چای به پدر جان بریز، یک گلاس چای هم برای من بریز. یوش رو از آقا جان برفته خلاص، اما لمیگر یوش فکر از خراب باشه باشه که یوش فکر ما خراب باشه که سند از ما گذشته. راست میگم آقا، راست میگم. من به سن نازی بودم، همین زیرک و هوشیار بودم، به مکتب که میرفتم. من 4 سال اول نمره صنف خوب بودم. میفهمم آقا جان، من خبر دارم که تو اول نمره صنف خوب بودی. چند تا شاهد نماز اینجا بوده که من بدیدم که تو اینا رو بیاوده که چقدر تشکری معلم صاحب بر شما تشکری نوشته میکرد که بی‌ترین یعنی ای تا بچه لایقه. خیر بینیم بگیریم گلاس چای رو یخ میکنم آقا جان. خیر بینیم. میگم آقا جان، بله همین برارمون نثار خب فکر کنم از سابق هوشیارتر شده، به خاطر ازی که سابق خود ما شما میدیدین به خونه قلم برمیدش خط کشک میکرد دیوالا و زقال برمیدش ایرسی یا که خونه گچ کرده. ما شما که شکر کاربار ما هم خوبه، از زندگی ما شما هم خوبه. همین این میبینی ایت کارا میکرد، من تو تعجب کردم آره که ایت کارا نمیکنه رسن میره میت فکر کنی که هوشیار شده. چی فهمیدی؟ تو چی فهمیدی آقا جان دیگه؟ به نظر اومید هوشیار به نظر میرسه. خب والا فکر نکن. یک بار صدا کو سگو اخو بیدار شده. سگو برو. بگو بیا که پدر جان صدا میکنه. آقا جان تو چی فهمیدی؟ که این کارانی نمیکنه. آقا جان من که میبینم سابق کارهای یک عکس العملای از خود نشون میداد که این دیونه همین عکس العملا رو نشون نمیداد. خب داخل کوچه میره میتونه که میره بچه‌ها رو بزن و اذیت کن. ولی نمیکنه کارو. من تعجب کردم که این کارا نمیکنه. آقا جان بیا والا. آقا جان سلام علیکم. بیا آقا جان بیا میشی. بیا میدی برادر من. تو کجا بودی؟ از میدم تعریف تور میکنم. تعریف تور میکنیم از میدم تعریف تور این برادر تو میکنه میگی تا بچه خوبی شده ای تا بچه خوبی شده ای. تعریف من؟ ها چیکار کردم من؟ نمیفهم برادر تو میگه خیلی بچه خوبی شده حالش شوخی نمیکنه دیوالا خطی نمیکنه کاسر نمیزنه. برام مگو من گفتم بیا از میدم ندیده بیدار دیدم. بیدار شدی از خواب؟ بودم بیدار شدم پیش عادی بودم. آفرین رو خورم بششتی. نه یک این طرف بششتم خوب شیر آب بستاد برقا بره. امیر روشویه چرا پاک نکردین؟ آره پاک شد. این نیست برو خوربوش شده نیست به نشوشتی. برقا بره بابا. برقا بره. برقا خب مدام میگه برقا. بابا جان یک چا بالا میکشیدی یک دوله و چا بالا میکشیدی خب میشوشتی. برای مادر گفتم عادی بریم بالا کش گفت که تیار بچیم تیاره. نیست برو تو تیاره. ها نیست برو تو تیاره. چای آقا بگو. بیا. بگی. نه ما ایتا چایا ایتا چایا نمیخوره. ایتا چایا میخوره. خوب چایه از او چایه اینا. از او چایی که برقا برفته. ما دیگه کاری نه نلاو میایه. خوش کو بابا جان قربون سوختندی. تو چی من داغ بابا جان ما اگه اینا رو ترمود رفتن بلق خو میریز بود یخشه. چی جبره؟ میگم هم آقا جان من انال خر دیغ آوردم. تو؟ ها ما چیکار کنم؟ انال دل ما یکم یخ خوندن جانانی بکنیم همیشه. راست میگم. رنگ ما دل ما باشه دیگه. این خوندنه که تو تیار کردی فکر کنم شعر و کمپوزی هم از خود تو باشه. نه من شیر میتزم. خوب این پلنگی داره پلنگی از خود منه. خب بکن باشه که زنگ کنی چی میخونه؟ خوب بخون که چی؟ برای خود خو میخونم. خب برای خود خو بخون ما گوش میکشیم. هم چه کار بشه خوندن برای ما بکنی؟ یک خوندن برای پدر ما. خب میخونم خب. برو مادر خب بپرسون سگن خوندن اسم من چی بود؟ نه برای مادر خون کنی؟ نه برای خود خو میخونم اسم من یاد مبره. اسم یاد من افتاد گوش کن. آخه دیوانه جان
ما گفتیم هوشیار شدی اسم خور از ما بپرس چرا از مادر خونی من هوشیار بودم. بابا جان اسم بگو که ایاله برفته. اسم خیلی سخت شده. نیه آسانه نسا نیسا مادرم چی دیگه میگم؟ نثار جان گلک. نثار جان میگم. ها نثار جان. شما کچه زنید. ما چکه زنید. خب برو. نیسا جان گلکی من دلکی من با نیسا جان دیگه دیوانمون با دلکی من انا با نیسا جان نیسا جان گلکی من دلکی من با نیسا جان دیگه دیوانمون با دلکی من انا با نیسا جان خدا جانم دلم دیوانه ای بیس وای نیسا جان گل گم کرده یم در خانه ای کیس نیسا و گلکی من گل گم کرده یم رنگ و زیبا وای نیسا جان چراغی روشنم در خانه ای کیس نثار و گلکی من نثار جان گلکی من دلکی من و نیسا جان گل سرخ و سفید مقبولکی من الله و نیسا یار یک سازی کم داشته یک ارمنی و دوتایی نبودی من سازی دارم آقا جان پوفندنیتی سناته بلوچی از سازی بری شو برد داری بودن خود سازی نی بله خود دیگه این خیلی هنرمند شده برادر خوننده هم باشده میگم. حتی با ستاره هندوستان نکنه میگم ستاره افغان امیر باید نکنه من با آسمونا نکنه از ستاره هم بالاتر یاری این واقعا روسای ابر ستاره میشه واقعا بابا جون میگفتی که اینو نگی فرق کرده اینو بدیدون که فرق خوب میخونم من میرم تمام میرم خب آقا جان همیشه میخونم همیشه صدام خوش میاد به گریه میزیون تمام صدای دوست صدا میشه دیگه پرکتیس از این قویه واقعا همه می پرکتیس کرده از صدام خوش میاد به گریه میزیون بابا ابعات سوزناک میخونه راست میگی همون باز من گریه گریه نکن لالا گریه نکن خیره گریه نکن برای نثار جان بخوندی برای نظر برو رو هم بخوند خب همون نثار بنگال که نظر گفتم اوه نظر گفته راست میگی نظر گلجان نظر گلجان خب میبینی خب گفتم دیگه این مادر ببرم یادا این ما گریه نمیکنم عشق شدیه اینا عشق شوقه شوقه این عشق شوقه 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 هم هسته که به شوق ما ببین برا رو میخونه خلاص نگر ببین من میخونم خیلی فرق کرده تحصیل کرد یه امرستون فارغ شده میدونی ابوجا گرفت میخوندنه امرستون نه مادرم خوب به سر گاز براره خودیم ایتا میخون نیسا جان گلکی من مقبولکی من همون براره خورده تو که خوندقی بود همین یارو جوانی شده خوندن هم که یاد گرفته یک همون لالا نزرو خوردیم همون شیری میبینی همون شیری ایتا فکر عجیب و جایه خیلی فکر تو با جای ما باید خیلی با جایه شما میگیم این هوشیار نیه اشته هوشیار نیه همین هم بیاد اینه من برو این بر روی دیگه خمبوش شده شاید بقا بیامده باشه برو که نه میگه نمیره تپا داره برو زودی برو که ما جایی به تفری شاید بریم به تفلی؟ اگه به تفری بریم به میله بریم شاید تو هم ببریم بابا جون میبریم آشته حال تو هوشیار شدی ماله کجا خودم بقر خود نمی کنم پاکو می کنم آفرین چه جایی هم که میری و عروسی جایی که میری به داخل پلاستیکو که دوزی میکنم مادرم پوست بالش یک سر بدوخته بریم خلیتی داده به اون مچید همسایه برفتم دو جو فکرشان هم بجوندم چی میگی بجوندی؟ چند بار با تو گفتم که تو دوزی کردی تو ما احتیاجی داریم تو بابا چرا دوزی میکنی تو ما از اونم تعریفات رو میکنم باز تو باز میرفتی دوزی ما احتیاجی داریم که از همه جا با مچه تو دوزی کردی ابرو پیار ما تو ابرو مار بابردی همین بگو بذار من بخالی ازی تو گفتی بونه مکنه دیگه نه گفتم خوب آخه این هوشیاره تو خود دیوانی مگر مگی بری از این کار نه کار گناه داره هرچی من میگم با حرف ما نمیکنه
مادر خود میگو تو بزدی. نه نگی مادر خوب. خیر این پی فایده تو زدم آه. بخاطر که دوزی نکنی. دیگه اشتباه نکنی. دوزی کار خوبی نیه. خوب آه. یکی دوزی یکی گدایی آه. کار خوبی نیه. هیچ وقت فقط نمیگونم این کارا خاطر دیگه نکنی بابا جون دیگه اگه بگیری بازم که گوشت تو میدم که کاش میخوام کنم از آن بیخ بکنم گل حالا کنم. من میزنه. نمیزنه این گوش از این کاش کردم که دیگه دوزی نکنه. گوشت به خاطر که به جا بفته کش کرد کش کرد میبینی از صدا کرد قرار گوشیار شدی گوشت رو کاش کردم. من دیگه کار نه. مادر خود میرم من زیدونی میگونم نگی با مادر خود دیگه. گوش کنی پیار مال بلد ندی برای آه. تو بلد بودم. امشب پیار جان ما دست لطه میخورم تو هم باز با دست این داد که بجون ما شوخی کردم آقا جان خاطر این نصیحت تو کن اگه دیگه بجون باز خود تو میفهمی دیگه صبح ما دیگه چیزی نگی برای نه خوبه خوب میگو نمیگم که پیار مال لط میزنه این داستان نگو که نشنوه خوب اون روز ننه خوب بابا به کنجارو بزن خوب چی میگه بابا این چی میگه میگه نه برای مادرم گفت برو یک جاروی بخر بیار خوب دیگه چه کار شد بگو دیگه کایز گومیقی ولی به تکلی و یک کایز گومیقی هم بزن میبینی سر شکسته بود چی گوشک دارین شما چی میگین میگه مادرم برای بابا میگفتن که برو یک کمش کوری میخی بخر خب ناره امروز میرم برای میخورم مثل که روی نشده به شما بگه برای از این گفته خیلی باشه میرم همین تو میگفت اگه بدید سرسرک خواهش گپی نیکن مثلا میرم یه دست چای خوب بخوره خوب آقا جان خوب اگه یک کاری بکنیم که همین نثار جانه خوب این خودش ما امتحان کنه از این به بعد این بچه نادان برای سودا ری نکنه خوب به خاطر از این که این خور بزر مترگردی چیزی میکنه خوب الان اگه شما برای از این پول بده خوب سلام. و علیکم بیا بیا خب کجا بودی لالا جون؟ بخونه. آه شیرینی گفتم ندارم. چای داشته نمیدی که بسونی آه. نداشتیم واقعا دیروز برای ما گفت همینه که چای طلاق رایی که دیروز برای ما گفت واقعا یاد ما بره من بعد میبینه نه بچه خورده خوبه خب باشه اینو که رایی نمیکنم به خاطر که خوردم خب اما این از این بعد خدا بیشیار شده برای سودا برای شیرینی برای تکی چیزی به کار داشته دیگه بچه نادونی نمیفهمه داشته باشیم چیزی به کار داشته باشیم همه قرار کرده یکم لباسا از این کنه شده خودش ما میریم قرار کرده تکه مستونه میره از این که برای به خود یک دست درخت نویم قرار کرده تیار کنه میریم که برای به گلدوزی خلاص روی خانه رنبو دوزه یک تکه تیار شه که ما و شما خجالت نکشید همگی ما و شما یک تکه لباسا لوکسی رو برمونه انتخاب خود دیگه انتخاب خود بسی لباس دیگه نباشه به خود انتخاب کنه دست لباسی ولی میفهم آقا جو که باز یک گول ببینده برای تکا خراب برداری نه نام خدا از می خوندن از این معلوم شد که هوشیاره واقعا من قبول کردم واقعا ولی فکر کنم تغییر کرده خره تغییر کرده خب برای خود شما دیگه لالا جون اینا رو بردار قرار کرده با برای بزو خونه خب برای مادر خواهم بگو برای پدر جان خو برای برار خو بگفتم اونا میرم شیرینی هم میستونن آفرین دیگه یکی گوش کنی که این پلور بالای توفنگچه ندی خب اون روز بزدی چشم بچه مرتگر کور کردی توفنگچه پلاستیکی توفنگچه پلاستیکی ما متوجه بشیم ما رفتیم بدید اینو تو چشم داده یک اینا تو میستونن اینا را بور مادر جان خب پول پتاقی هم ندی خب اون پتاقی بنداختی همون زن همسایه پلیزال اضافه نکرد 5 6 تا به شما خونه آوردم تا چشمای نخورده بود والا چی وارد میکنم تجارم خب چی به درد میخوره غیر از این بچا همین مثل از کودکا چشمای نخورده خب بریم آقا جون دیر میشه بریم خب این ترمز تو وردا گلاسان تو وردا بریم دیگه بریم وای خدا چی شد نصار بیا آمدیم ما سلام علیکم سلام علیکم. اشتری ما رو بخیر سلام علیکم شما خوبی لالا زیاد بخیر. سلامت. بفرمایید شما بشین. بنده باشیم که اثر رخت موسیمونو خوب کاری کردم. اینا هم خدمت شما رو خوش کنیم من لباس. دیگه نصرام جان خوش میکنم. نصرام جان. بخی آقا جان خوش کنه. هر رقم تکی که دهی. برای خود تو خوش کنم دیگه مشکل نداره هر جا که خود تو خوش کو بره خود من با خوش میکنم
اینا آقا جان زنانیه اینا زنانیه آقا جان بعده اینا بریم خیلی مقبول میگه اینا زنانیه بعده خوب داری رو مردانه بشی بمو شما کی رخمایین من نمی‌فهمم جان خود شما خوش کنین مشکل نداره نه این اتفاق خود از این گلدار مایو آقا جان اینا سعی کن اینا زنانیه مردانه اون اینوه هوشیار شده خوش کنه حالی از اینو این شهر نرو آدم اول برای رفت زنانه را مشکل نداره طبعا شما خوش کنین این رنگ با خوش میگونم ای که بابا جو این گلدار اینا زنانیه رنگ رفتم نه باشه اینا یک رنگه اینا زنانی اینا مردانه بعد جان آخه خب تو میبینی که آخه اینا هم رنگ واسه مادر کنه حالا که همین تا پیران نداره مادر اما رنگ کلام مولا کنه آقا جان اینا زنانیه اینا مردانه رو بعد یا بعد برای لباس مردانه سیواه لباس زنانه سیواه باز بر ابامو بر من نمینا خوش میگونه بده آقا جون اینا زنانیه نمیفهمی که اینا زنانیه موقع اینا گلگولی ها با تو نمیاد اینا زنانیه یکم بوتا داره گل بوتا داره میگه اول اینا خوبه فکر کنم من نمینا خوش همین هم قیمت داره من نمینا هم میگه اینا رفت مردانیه دیگه اون یعنی نمینا این خوبی مایه بدل مایه میانه مایه چی رنگ مایه چی دنه مایه رنگ خود خوش کنه حساب قیمت و جمع سر اینه که خود رنگ خوش کنه هم گرون ارزونیه تو رنگ خوش کو رنگار تو یک کدوم خوش کو باز قیمت یا مشکل داره خودش جواب تو جور میاد کدوم اون بالا سبزه همون سبز میگم بقصه قیمتی نباشیم هر تو لباسی باشه لباس خوبه باشه نه اینا مایو سعی کنیم سفیدا ما انا سعی کنیم مسترق هم لباس داریم اینا کاسه اخوتره همه که بدلتره اینا کاسه همه که گرونتره فکیو بیترتره باز اینا کاسه باز کاسی بیتر هم دیگه نداریم باز اینا همه گرونتره از این لوکسی اومدی سفیدی مایو خب سفید هم لوکس داره همه نداره رنگ سفید هم رنگ سفید هم لوک خوب داره اختیار به دست خودتونه سگو آقا جان باشه هر رقمی که خود خوش میکنه که نه که چه کار فلان می انجام میشینم حالا تو رنگار خوش کن بابا جان که مثلا وقتی گرفته میشه سفید بری خود پورا از رخت سفید سعی کن رجالی سفید کاسه بدل سفید داره همین رنگا دیگه خوش کو دیگه سفید اون علمی سفید خوبی سفید قیمتی بیشتره باز مشکلی نداره رنگ سنگینی هم هست بستم رختام ببری که سفید تو دستون رو بخونه خیلی هم خوبه هر از این چند متر ما این کابو 100 متر چی میگه بابا میگه اول 100 متر معنی داره 4 متر 5 متر برای تو 3 متر خوبه 2.5 متر نه سعی کنید شما برای از این که هست قطع بلندتر 4 متر ببرید 4 متر برای من 9.5 متر میشه آقا جان اینا 9.5 متر نیه اونا 3 متر 4 متر دست ما ببخشید خواهش میکنی که من قسمتی داره مشکل نداره خب بس از این نباشه داری بری جایزه با آه دیگه پول من نمیده دیگه اینا پول من نمیدارم جا میگه برای خود سجه بود خیلی بینید یه برم تشکر ببینید آقا جان تو خیلی مهم برای من از اون صندلا بدل استون با تو خیلی بیتری بفهمید همین دیگه من میفهمم خوب سفر نکی بچه خوب گذاشت شما خیلی بچه خوب خیلی مایم برو رک سادی وانه اما یک کار دیگه هم بکنیم برای از خود از این خوش ماماد همون تو بدیم به خیاط کم تاساس خانه خیاط هم مگر خود خوش کنه ما نمیفهمید بله خود خوش کنه مگر بمیره خوش داری همیشه خیلی مقبوله خب گلگلی شده هم هست زنونیه ها خداحافظ مشکل نداره من با تو دیخان ابی دیخانه تو ببر تو باشه تو با عمر خود دیخانه بدیدی شاید هم که پول داره کداره سعی کتو آن مدت هم رنگ خوش کرد حالا اگه اینا میبریم به خیاط هر رقم که دل تو مایه همون خیاط بگو روی خان تو رو میدید من دست خودی میدیم خودی برم هم تابه دل هر رقم که تو قرار کرده بودیزه بس خلاص من گلدوزی اون جا عزیز سلام اون جا بود من بدیدم من میتونم گلگلی کنه الان بگم من دست من خوش دل خود تو هر رقم که میبودی اون پولا رو بده کسی کنه که آنی یک از برو نگه جان او یک از او دیگه رای پس بیاری خوبه سعی پسم میدم اشته نمیدم 300 400 500 میدوزم اشته نمیدوزم
برو مگه دیگه. نه نمیشته برو دیگه چی دیگه؟ نه دیگه من هوشیار شدم. آه دیگه هوشیار شدی. بیا تو برو. اینجا ها. از اون نظری اگه پول موندک شیرینی و دشمنه هم بستو بیاره آه مادر تو بگفت که دشنم هم بیار. دشمنه. آه قند شیرینی چهار. بستو بیاره خب از اونا آه برو. خوب بلدی کجایی که میفروشن آه بندتیا. بندتیا. قلتی بله مال هوشیار آه شدم. کار حال به کل هوشیار شدی. یه لالا. آه کار دیگه. جلوش لالا خیلی بگم تشکر از این دختر شما یک دقیقه بگم دقیقه عروسی من لالا خدا رحمت خود شما این روز هم شما قصه کردم من اگر میتونید عروسی من عروسی تلاش نداشتم من یک روپیه هم بزنم یا نه میره خیاط تو میکنم والله تو هم دیگه خیاط هم میکنه خود شما هم تشکر سلام علیکم ماما. عروسی انشالله پاکت هم باز میارم شما ما بگی بشینو. حیرته ماما امی یه خانم گلگلی میکنی؟ آه جان ها بله ما خونیم او همون چگاهه. بعد جمعه باشه بخیر آه. بیان ما برای من گفت خوب گفت که تو برو رختاق بده برای تو گلگلی کنم. بیا برد ها سفیده. چی هم نکردی نه همه تو کار پیام بود مادم خیلی رنگ خوش کرد. سفید پسی چه کار من خوش دارم. من تکا گلگلی خوش کردم ماما. مادم گفت که خوب شد نسونی پیام گفت زنونه برام گفت زنونه اونا. کار میپوشه ها من خوش کردم اونا. سفیده. اصله. خب وقت ما نگیره کار دارم خود تو وقت ما نگی. چی موزه خوش داری خواهم خب دستی را قچی نکردی نه من گلگلی ماما. آره گلگلی میخوان از ماما بداختم با تو با تام دیگه خان گلگلی آره یه خان گلگلی هم هست اگه تو گلگلی خوش داری نمی. شوخی اوت شوخی خوبه نمی چه چیزی مایو. اوت چیزی ها نمی یه خانمو. ما گفتم با تو پول مولی هم دادم قیمت رو آه گفتم به چند میجوزی ماما؟ اما هرچی بمی دختم با تام میدیدم خوبه بمی؟ آه میت چیزی نما؟ نمیتونه این بیچاره بده میده به چند میجوزی این ماما؟ به 900 دختم با تام 9 تا سوری میسرم هستم خوبه نه ماما چری 900 نه پیار من 1000 داد 1000 من بیشتر نمیدم 900 من به 900 نمیجوزم یعنی تیاره خوب بکی 1000 با تو میزو خاطر چی خوبی خوبه به 1000 آه بچم تی خانی از این یادی هر کدوم خودت خوش به دست خود ماما با بیامانو با نگی ماما 900 میشه نه واقعا هم 1000 اما 1000 بده که برای تمام خانه بدوزم از اینا اول 1000 بود دیگه بعد اینا گفتن 900 بدم تو خوب خیلی این پول داره 1000 نداده 900 میده من 900 ندارم من 1000 میده تو بچه خوبی هم هست میگه تایید آدم پول داره ساده هم هست این بابت به خیال دیتو کنم من میخوام از خودی گپ زنم جون خب قطع تو چی کنو یا نه می قطع خان تو یا نه نه قدمه مادر پیرم قدمه قچی میکنه آه اسیر خوردی نه اصلی دو خوردی مال خودو خب این قطع تو چی کنم یا نه قطع پیران نیمه رفتم نه اینا قچی کنه خراب میشه نه از این تکیه قطع میگیرم برای پیران تو یا قچی کردی یا یکی قچی کردی کن اما مادر من قچی کرده خدا تو قچی کردن یک دونه پیش مو باشی این تکا خود دیگه رو خوبه خوبه ماما 1000 بیشتر نمیدم دیگه 1000 دیگه چی بود خوبه اسم تو چیه کاش که مادر که میپوچیدم اسم چی بود نیسار جان نیسار جان مگر مادر اسم تو رو تو بیاره عیال من میره خیلی سخته ای بدون امی تا رنگ میگه همیتا گلگلی شد
سر سینو خمه ای؟ یا نه؟ نمام مایو نمیده گپ گپ آوار ماما خوبه بابا برای کی بیام آره تو چین کارت میدم خوب کاتره کارتمو تو میدم بابا خیلی وقتی بیا خوب خوب دست آقا که بدی بفهمدی پنجشنبه هفته نو بخیر خوبه پنجشنبه هفته نو آقا خیلی انشاءالله ماما او تا نشه که با من روز بیامدم تو بگی برقامو نبوده برقا خروس 4-5 ساعت خب میره ما کشیش میکنه خلاص خوب خلاص بلکه ما رو دو برقا تیار آفرین ماما ایتا بار نشه باز من روز بیایم تو بگی سوزن رو بشکسیده بود نه دیگه نه چون کار دارم ماله خورداتون نمیشه خوبه ماما بله با چی گفه؟ با او تا نشه روز من بیامدم تو بگی شاگرد من نبود با شاگرد من نمیده زی کار خود منو بدید خیلی از این مامانم بدم برو بخیر خودتو جوختی؟ خوب ماما باز او تا نشه من روز بیایم تو بگی تو دختر نجوزه خلاص برو خوب. ماما بله جانم ایتا ماما نشه باز من بیام تو بگی دم دکون من بسته بود کلیا با خونه بومو جانم سعی کن امروز چند شنبه امروز گله شنبه گله شنبه نیست سه شنبه نموده سه شنبه بخیر پنج شنبه بخیر 100% بیا ورده مرد قولی امشب چهارشنبه خوب همین برنامه نمه فلفله برابر خیلی میخندم همسه میکنم میخندم قصد میکنم ما هم سعی میکنم ما خوش دارم این شب چهارشنبه روزا چهارشنبه هم که پرت میکنه نه رجب هم هسته خیلی میخندم مادرم پیام میخندم من میخندم خورت خوش اختلاطی میخندم من شاگرد نمیشه پیش نه تو صبح تا شما کجا اختلاط ماما همین ایتا روزی نه شما بیا رختام دختر نباشه برو بخیر خلاص پنجشنبه بخیر بیا خب ماما بله مامان همین تو بیا رختام خلاص میکنی شما تو دل من گفتم چشم مامان جان خوبه بخیر اون قولی که تو دارم بخیر بیا خوبه انشاءالله ماما هایچ نه بومون یک گپ دیگه نه ماما او روز نشه که باز من بیایم تو برای من بگی همین دم دکو ما بسته بومون کلیا نبود به خونه نه کلیا بود پیش خود من انشاءالله بعد ماما تو مسخره کردی کارت خو بگی تو گلدوزی به کجا غیر از اینکه تو ما مسخره کنی چرا مسخره کنم بعد یک برو ساعت برای کلمه کار در کن دارودی خود تو کلمه به در دارودی تو گلدوزی به کجایی یک ساعت ما به گپ کردی تو اصلا دیوانه کلمه تو به خم میخورده سلام علیکم ماما و علیکم سلام ای ماما چی میگی؟ همین دشمله داریم دیونه ماما آخه برو برات کار خو این قرطاسی فروشی کتابچه داره آخه تو میگی دشمله داریم ما رو مسخره میکنی خود خور خود تو ما مسخره میکنی خود تو من مادر ببرم که برو دشمله بستو برو جانم به قناتی ها برو دیگه دیکونا برو آخه اینجا قرطاسی و کتاب فروشی آخه حال دشمله نداری؟ نه من قلم و کتابچه دارم جونا خب مگه هر دشمله من بیاریم خب من میامدم میخریدم برای خب نیم کیلو برو جانم مزاحمت نکن که مثل بعضی از این کاسب کارا نیم که دکون خود 10 کسب من انجام بودم 10 رقم مال بفروشم من خب اون کتابچه داری قلم داری پوفک نداری خطکش داری برو جانم مزاحمت نکن برو دیگه کال مشتری ها بالا میشم بابا برو خوبه اکدو دیگه ماما دشلمه بزنم دشنمه در قناتی میستونم قناتی ها برو بابا ماما چی میگی؟ بله خود رختم بزنم خب آفرین بزنم تو مگرم به عید میستونی تو بعد از این بخور اختی سوینگی ما به عید و ناعید ندارم من هوشیار شدم هر روز به بالم عیده خوب بخیر بری برو بخیر بری خداحافظ بگم آقا جان جون همین نسوان که هست برادر ما بچه شما بله هم هر روز از این دکون همسایه میبینی 60 روپه 70 روپه 100 روپه این خرج میکنه یا خرجی میکنه آیا شما برای پول میدین یا خدای نخواسته از جامعه دزدی چه کار نکنه یاری نه آقا جان دیگه من که اون پولی که هزاری بیود بدم گفتم نه برو رفتا خود
من مو از البه بیشتر ندادم بریم. نه غیر از اون این همسایه جلوی رو بگیرید این لخرجی میکنه شما که هیچی لخرجی نمیکنه هر روز 60 70 روپیه خرج میکنه من میرم واسه پرسان کنم که شما برای پول نمیدین همین پول از کجا میاره حالا بعد تو یک کار داره که آقا چیکار کنم راه ای بچه رو بگیر سه دوباره این پول از کجا پیدا میکنه خدا نکنه دوزی چیزی نکنه روی ساعت منبره راه این بچه رو بگیر تو من از این خاطر از شما پرسان کردم اوه گفتم راه از این بگیر راه از این بگیر که سه این پولی از کجا تهیه میکنه خدای نخواسته از شما دوزی نکنه من مزیرو بسرم من خود که پولی آقا جون ندادم اما از البه پول رفتم می‌دادم که پول ندادم ما باز میگم آقا تو دادی بریم هست دکور میکنیم خوب خودی هم ما شما میریم خوب باش چی از فارغ هم هستیم امروز به دکور هم نرفتیم خوب خود شما میده چه کاری هم میشه خوب هم هر جا که رفت داخل پارک رفت هم هر گوشی که رفت تعقیب میکنه راه میگیریم سعی کنی کمی چی سور داره آه خدا من بیخی مشکوک شدم همین کار آدمی به خیر پیگردی میکنیم صحیح خوب شما باشین شما به جا باشیم خوب خونه به خونه بیاریم ما آقا جان میریم شما به جا خونه هر دو برو باشیم جنگ نکنیم دیگه با تو مقبول در صاف بکنیم خوب هر ما براشون پیدا کنیم میایم بریم ما اجازه بریم جلوشیم خوب جای بود رختامو کجا شد خبر رختامو بودم اینا بدادم خوب جا پول بدیم بدادم نداره جان لنگام کنده شد دیگه از این پارک به زی پارک از این باغچه به زی باغچه چی شد؟ چی شد این جرم مرگم شد؟ برای میشم خونه آماده باشم برای برکن بیا آماده باشم خونه از که براد از این میگردیم سر با خود بیرون میشه این پارک بکنم بگیشتی من که گفتم این هوشیار نشده گفتم این هوشیار شده یک هوشیار میشد حالا مگرم میگفت که من میت جای میرم وقتی که بیرون میشد پدر مادر خود میگفت من میت جای میرم حالا دیگه گپینه گم نشده باشه دیگه رو گاه نرفته باشه همین تهرا که بریم رو خونه تعقیب کرده میریم برای به خدا بریم برکن ببینیم ابرام ببینیم آنی آقا زنی هم بچه نازنی شما خواهی شده ایشون زنگام کنده شد و دنبال از این بگردیم جنی آماده قرار کرده و تا پارک بگرد کرده آقا جان بخیر 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 آقا جان اینجا چه کار میکنی؟ چند برای شما بگیزم که شما میاماده میایی بچه چه بخور شما طرف کنم تو معتاد نشده بشه به داخل از این نه نشدم هیچ نشدم کولار از کجا؟ دیگه هم دارم اینا از سر درخت بفساد سر درخت اینا رو از کجا برده بپرس از این همینه دیگه پولایی که همین روزا خرج میکنه بکنو یزمی پولای ما خب برای از این پولی نمیدیم این پولا از کجا کردی پولا ایده راست بگو ساقو میزانن دست کنید میکنم از سر درخت میفته که این گدایی میکنه برو ایسیت باره ابرو بابا رفت خدا چند نفری بدیده نه نه ابرومه نه نه ابرو مرفت ابرو بیار تو رفت اونی ابرو شو تو بگی آدم بکنه نه برای مادر خو میگو انسان نمیشی تو
خود دیگه تو دیگه نبینم خب دیگه نبینم که بیایی به تا پارکای دست خود درست کنی به عنوان گدایی کنی اینجا من خواب بودم اصلا درق میفتاد. ما رسم رسوی داریم، ما مردم مقله که تو به اینجا گدایی میکنی 100 تا دوست دشمن داریم. تو خجالت نمیکشی ابرو مردم بودی؟ من دیگه ابرو پاک برفت آقا جان. من دیگه نه ابرو تو آنی ابرو تو یاب نزن میفهمی؟ یاب نزن مادر خو میگم باید تمام مردم همیت مراقب متوجه این بچه ها خوب باشم که از خونه بیرون میشم با کجا میرم با کجا نمیرم تعقیب بگیرم آقا جان، تعقیب پولی که پیدا میکنم اینا تعقیب کنم که از کجا پیدا میکنم اینا آیا چی از راه مشروع پیدا میکنم یا از راه نامشروع برو آورد اینجا دست دراز میکنم از درخت افتاد از درخت پول رفته درخت پول هم تو طالب دیدی یا بدیدو ابرو ما پی خود برا بابا بگیریم آقا جان گوشی که بریم دیگه این دیگه میندازه مکتب خونه. و باز هم شب شما بخیر، به امید اینکه نمایشنامه که تقدیم حضور شما شد از طریق برنامه نمک و فلفل لذت کافی رو بی‌نهایت برده باشید و باز هم انتظار پیامک‌های بسیار جالب شما در مورد برنامه امشب و همچنین پیامک‌های بسیار خوب را با این برنامه به ما بفرستید و حتما پیام‌های شما از طریق این برنامه خوانده خواهد شد. اولین پیام ما از طرف ویجان سیاوشانی که در برنامه امشب با خود داریم. پیام از این دوست میخوانیم، امید که بیننده برنامه باشد. امشب زغمت میان خون خواهم خفت، از بستر عافیت برون خواهم خفت. باور نکنی خیال خود را بفرست، تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت. واقعا پیامه که بسیار جالب از طرف ویجان سیاوشانی از ولسوالی زیبای گذره که همیشه واقعا گذری‌ها با ما پیام‌های بسیار جالب را با این برنامه شریک می‌سازم. بس سپاسگزارم از ویجان سیاوشانی. سعادت گرچه بیرنگت ارادت همچنان باقی است، ما کمی داریم محبت همچنان باقی است. واقعا پیام بسیار خوبی از طرف عبدالله جان یاوری از غیبتان بیدم که پیام فرستادم. بس سپاسگزاری میکنیم از آقای یاوری عزیز. اگر با گریه دریا بسازم، اگر با خنده رویا بسازم، اگر خنده شود درد مرا فراموش، اگر خنده شود با من هماغوش، تو را هرگز نخواهم کرد فراموش. پیام بسیار جالب از طرف ویجان احمدی از ولسوالی زیبای گذره و تشکری میکنیم از شما دوست عزیز. باز هم انتظار پیام‌های بسیار جالب شما در راستای بهتر شدن برنامه هستم. عبدالباسط جان یوسفی از پور رگینه تشکری ویژه از برنامه کردم. همچنین شعر بسیار خوبی در برنامه با ما شریک ساختم که همین اکنون شعر از دوست دارم در برنامه میخونه. امید که بیننده برنامه باشم. بزرگ کسی است که قلبش مهربان، قرش بیکینه، دوست داشتنش بی دعا و بخششش بی منت باشد. واقعا پیام بسیار خوبی از طرف عبدالباسط جان بودم که در این برنامه با ما شریک ساخته بودم. به پیام از دوست دارم خواندیم، امید که بیننده برنامه بوده باشد. خانم ساناز تنها سلام های گرم خود را خدمت کارکنان برنامه تقدیم کردم و ما هم سلام های خود را خدمت شما دوست عزیز تقدیم میکنیم به امید اینکه صحتمند و سلامت باشید. به فامیل محترم را هم سلام تقدیم کنیم. آقای شیرزاد محمدی از پایان آب تشکری ویژه از برنامه کردم و باز هم شعر دیگری از طرف SH که نام خود را هم در برنامه نوشته نکردم. پیاله گر شود خالی جهان ویرانه میگردد، با وقت تنگ دستی رفیق ویرانه میگردد. SH بودم که پیام فرستادم، به نام خود را هم در برنامه نوشته نکردم. در هفته‌های گذشته هم ما گفتم که دوستایی که با این برنامه با ما پیام می‌فرستید حتما نام و محل زندگی رو با این برنامه با ما شریک کنیم. بهتر خواهد شد تا اینکه ما بفهمیم که شما از کدام منطقه با این برنامه با ما پیامک می‌کنید. و خانم لیدا ندیم هم سپاسگزاری از برنامه کردم و ما هم تشکری می‌کنیم از شما که بیننده برنامه هستید. به امید اینکه صحتمند باشید.
از یادم نخواهم رفت اگر شهرم شود ویران، اگر دلها شود حیران، اگر دشمن شود خندان، تو از یادم نخواهم رفت. اگر برهم شود لبها، اگر آدم شود تنها، اگر تنها شوم ماها، تو را از یاد نخواهم برد. پیام بسیار مقبولی که از طرف برکت الله کریمی از ولسوالی انجیل با برنامه با ما فرستاده بودم و پیام از این دوستم خوانده شد. امید که باز هم پیامک‌های بسیار خوب را با این برنامه با ما شریک سازیم و باز هم دوستا سراغ پیام‌های دوستای دیگری هم خواهیم رفت بعد از بخش ساتول. این شما و این هم بخش ساتول به دوباره خدمت شما برمیگردیم سراغ پیام‌های دوستا. جناب خبررسان، بله قربان. جلاد چی شد؟ جلاد؟ بله. قربان امروز جلاد نماده، به جای اون من هستم. وظیفه او را من انجام میدهم. خوب کار میکنید، خوب کار میکنید. در شهر چی میگذرد؟ چی گپ است؟ قربان هر چیز میگذرد غیر از خبر خوش کی نمیگذرد. خبر خوش یاری ندارید؟ نه اصلا خبر خوش نمیگذرد. هر چی میگذرد خبر بد است قربان. یعنی در روزهای عیدم خبر خوش نبود؟ اصلا خبر خوش نبود قربان. هیچ. خوب از خبرهای بد برای من بگویید. گرچه نفرت هم دارم از خبرهای بد. تحملشان را دارید؟ دارم، بله. قربان از بعضا این تاجرها برای شما میگویم. بگویید. که چی مشکل‌های خلق کرده در کشور ما و شما؟ گران فروشی میکنند؟ ای کاش گران فروشی میکرد. ای کاش به این ماه مبارک رمضان عوضی که ما و شما میمونه خداوند بودیم عوضی که ارزون میداد. خیر است که گران میداد. تمام اجناس را یعنی گران به فروش میرسان؟ قربان همه را ذخیره کردم. گندم و برنج را؟ گندم و برنج و روغن و چای و دشلمه و شکر و چی همه را ذخیره کردن در گودام ها. از اون هم میگذره. بگذریم از اون. یعنی در این شهر خربزه شهردار ما نداریم که جلوگیری کند از این کارها؟ ای کاش میدیشتیم. خیلی جالب است. داریم قربان. جای تأسف است. مثل مبری مسئولیت را در دوش ندارد. ندارن، واقعا ندارن. میگم قربان. بله. بیرون از قصر قوقا به پا شده قوقا. چی میگویید؟ چی نمیگویم. از بیرون صدای فیل میآید. نترسید قربان، ترقه هست، ترقه. صدای پتاقی است؟ بله ترقه. خاک به سر بعضی از تجارها که اینها را وارد میکنند. دلبند من را انداخت. من گفتم کدام درگیری صورت گرفته. جلاد هم نیست که از من دفاع کند. سپه سالارم خو نیست. من از شما دفاع میکنم. آفرین. خب نزد من کسی را بیاورید. میگم قربان ترقه‌ای که حال آماده میفهمید صدای چجوری است؟ افتک است؟ آفرین. افتک است. دمی که روشن میشه به این شکل خب این تا میشه از کیسه بیرون میشه از داخل پوش میکشه بیرون او را میگی همین دست میگه دم قربان نترسی من بودم گفتم دم باز تا تکن خوری باز میورقزی باز دوباره میگه دم باز تا می بجا خوب میجونی باز دوباره میگه دم تا می بجی باز دوباره میگه دم تا می کلومندی خوبه داره به سر خوب بگذاری باز دوباره میگه دم بس است 5 دم قربان 2 دم جگه بمونده بس است قربان از اون کسایی که با این توفنگچای پلاستیکی زده چشم پسر اون رو اوگار کرده بدبخت و بیچاره کرده او به دم قصر منتظر است که من اون را بیاورم شکایت دارم؟ به نزد شما برایشان بگویید بروید نزد من بیاورید بروید من چی میشنوم؟ در این شهر خربزه چی میگذرد؟ وای بر من وای بر سلطان شهر وای بر سلطان کشور در این کشور چی میگذرد؟ قیمتی و نخر و نواها به هوا رفته است بلند رفته است بفرمایید پدر جانم میسفید سلام علیکم درود
درود بر اهالی شهر خربزه و درود بر شمایان. جناب خبررسان، بله قربان، بله. اینها کی هستند؟ اینها بله. از خودشان بپرسید قربان. اینا کسایی هستند که مشکل دارند؟ دم دم دم. چی مشکل دارید؟ عرض دارم جناب سلطان، این بچه من رو میبینی؟ یعنی مرمی تفنگچه همی بچه همسایه زده، ترقه میزنم خلاصه مرمی لیونی پیدا کردم به تام تفنگچه. انا خلاص بدن این بچه به چشم کور کردم. انا رو میامدم پیش ما عرض کنم کمینا جلوگیری کنیم شما. همین بچه که اگه چشم کور کردم، ترقه زدم، تفنگچه لیونی داره همین بچه همسایه. انا بزدم چشم اگه بچه که کور کردم. الان اگر چشمی بسته بیامدم دست از این ما شکایت میکنیم، بیایم در شما یک بندجویی بکنیم که چرا همین ترقه و همین تفنگچه اینا چرا به همین بازارهای کی کور کرده است؟ چشم این را کی کور کرده است؟ بروید آن را نزد من بیاورید. بروید. قربان بروید. آمدمشان. بروید ساتون را بدهید. برای چی؟ این نوجوان را نابینا کرده است. چشمش را کور نموده است. این کار را کی کرده است؟ قربان آن ظالم را برای من نشان بدهید. اینا را همین جناب سلطان پیش ما شیشته بچه همی آدم همین بچه که اگه چشم چرا چشمش را کور کرده ای؟ جناب سلطان شما از من پرسان میکنین که من بگم گپا خور. بگویید. بگویید. جناب سلطان ما خودی از این بابای مسفید یا خودی بچه از اینا پیر کشتگی چوب نداشته. قلبشان. جناب سلطان ما خودی از این بابای مسفید یا خودی بچه از اینا ما پیر کشتگی نداشتن که اینا بشناسه جنگ دعوایی داشته باشه. راست میگه. بچه به پول به زوبه دادن روزای عید بود که تو برو بخو خرج کن. خرج کن. برم که اگه بخو از این پتقی ها استون از این تفنگچه ها استون بستون دیگه. من چی گناه دارم؟ شما سلطان به حیث سلطان شهر غمخور شهر شما جلو تاجرها بگیرین جلو دکاندارا بگیرین که وارد نکنن که این بچه ما که پول میده از اینا برم از اینا استفاده کنم. چرا؟ این بچه بسیار بچه خوبیه شما جناب سلطان شهر شما در جلو دستان خور بگیریم جناب ساتون را بدهید. ساتون را بدهید. شما جلو دستان خور بگیریم. دستش را خط می نمایم. چرا چشم این را کور کرده اید؟ آها جلو تاجرها را نگیریم جلو مار بگیریم. جناب سلطان اینها را کی وارد میکنند؟ من نمیدانم در این شهر کی وارد میکنند؟ نشان بدید دارای من. قربان الان ایشان دوست و دشمن را به یک چشم میبیند. جناب سلطان چرا خاطر یک چیز دارد؟ بله قربان. خوب است. جناب سلطان بفرمایید بگویید. این بچه من زده کور کرده. از این پرسان کنیم زده همین با دشمنی زده دشمنی خودی ما داشته باشه. من از این شکایت دارم. راست میگه. راست میگوید. جناب سلطان کدام دشمنی یا پدر کشتگی دارید با این؟ دشمنی خودی از اینا ندارم من تا به حال اینا رو ندیده بودم حال فقط که اینا رو آوردن باز برات من آمادم که بچه از این بزده. من دیگه هیچ آگهی ندارم یا آدم من نمیشناسم هم بچه چرا پول و دینار به اطفال خود میدهید؟ نمیفهمید که با کجا میره و با کجا چی خرج میکند؟ پیسه را کجا میکند؟ دینار را چی میکند؟ آخه درسته من پیسه بدادم و دست ازی دیگه ما چی خبر داریم که کودک میره برای چی میره دیگه بفهمانید اطفال خود را بفهمانید که از پتاقی و ترقه استفاده نکند، از تفنگچه‌های پلاستیکی استفاده نکند، امنیت مردم و آرامش مردم را برهم نزند. جناب سلطان آرامش من را برهم زد. من داخل قصر خواب بودم، صدای پتاقی را شنیدم، گفتم حتما انتحاری شد. یکی ای کنه انداختونده خدا میدونه 100 تا دیگه انداخته باشه که شما شنیدید ان حال دیگه کسی اگه بزده باشه بونی عجیب بچه نشده باشه. جناب سلطان اصلا شما باید همین تفنگچه و پتاقی باید معنی کنید. چرا؟ همین تفنگچه پلاستیکی دوزی میشه، اختطاف میشه، موتورار میستونن مردم فقط به همین تفنگچه پلاستیکیه. بابا میگم تا گوش بابا اختطاف میکنن میبرن. ما یک دفعه من کردیم اینا. ما یک دفعه من کردیم 4 خروار شد. من کردیم نه ما به من. بازم دوباره هم برادر همین پیگیری کنیم که چرا این کار میشه. این کار کی میکنه؟ دشمنای افغانستان میکنه کی میکنه میکنه؟ چرا این کار میشه؟ لعنت خدا بر آن کسی باد که اینها را وارد میکند. عوض اینها گندم وارد کنید که ارزان شود. برای وارد کنید که ارزان شود. روغن بیاورید. خوردنی وارد کنم که مواد غذایی اولیه بیاورید. برای من ترقه و پتاقی میآورد. میگم قربان اینا رو ببرم خانه ام. اینها را به جای امن ببرید. به خانه ام منزل شماست. اولا تفنگچه و تا کسی بچه نوه اولا شما تلاشی کنید. استاد بابا جو اینا ما و این را پدرش تربیت داده نتوانست. کی سر شما تلاشی کنیم سر کنیم تا کسی تفنگچه.
قربان یکی به این طرف یکی بود. رجوع کسی شاید رجوع کسی باشه. خوب. آنه قربان. بله ببینید. جناب سلطان تو بچه و. بشی بابا بشی. دستای خود را بالا قربان. دستای خود را بالا کنید. یعنی هرستی فیل میکنه؟ زمین میگذارم. با این شهد چوکی. چرا؟ برخزید. میخواید من را از چوکی سلطنت براندازید؟ تسلیم میشمارم. نزنید برمیخیزم. تسلیمم. من تسلیم میشم. بستکید. اینجا بشینید. دیدی قربان این پلاستیکی است. مردم به این شکل سوء استفاده میکنم از شما. دلم رو انداخته اید. آیا این پلاستیکی بود؟ بله قربان. دیدی مردم به این شکل سوء استفاده میکنم از اینا. واقعا راست میگوید. بروید. آن طرف بروید. دیگر از این ساعت به تمام شهر جار بزنید تا از تفنگچه های پلاستیکی هیچ کس استفاده اطفال ننماید و به تجارها بگویید تا وارد نکند داخل شهر از تفنگچه های پلاستیکی و ترقه امنیت و آرامش مردم را برهم نزند. امنیت و آرامش سلطان شهر را برهم نزند چنانچه تو امنیت من را برهم زدی. خب این را به خانه امن ببرید، آن را به تربیت اطفال ببرید و شما هم بخیر بروید. این را به بیمارستان ببرید. بخیر بروید. اینها را به دم قصر منتظر ما بمانید. اینها را به دیدیار تسلیم نمایید. بروید. ما به اینم آهنگ در پایان با ما همراه باشید. آی گل من
گل من آی مقبول من، عشق تو باشد حاصل من، عشق تو باشد حاصل من. وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من، وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من. بیرانی سفاری ببر، بیرانی سفاری ببر، از حال من تو نداری خبر، از حال من تو نداری خبر. بی تو عمرم خزان است تا بیابم عمر دیگر، بی تو عمرم خزان است تا بیابم عمر دیگر. آی گل من آی مقبول من، آی گل من آی مقبول من، عشق تو باشد حاصل من، عشق تو باشد حاصل من. وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من، وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من. عشق تو را من دارم بسر، عشق تو را من دارم بسر، هرگز نگیرم یاری دیگر، هرگز نکنم فکر دیگر. برده او شو چشمانه از کوی من تو نداری گذر، برده او شو چشمانه از کوی من تو نداری گذر. آی گل من آی مقبول من، آی گل من آی مقبول من، عشق تو باشد حاصل من، عشق تو باشد حاصل من. وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من، وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من، وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من، وقتی که پیشم میایی حل بشود هر مشکل من.
ما که در قسمت نخست نمایشنامه بود به تعقیب آن بخش ساتور و همچنین در قسمت پایان هم آهنگی که به صدای فردین رحیمی لپسینگ شده بود تقدیم حضور یکایک شما شد و امیدوار هستم که از داشته‌های برنامه لذت کافی را برده باشین. تا سه‌شنبه شب دیگر که باز هم من سادات با اتفاق از همکاران در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را امروز گلشنبه نیست، سه‌شنبه. چرا کاش؟ یا پشت کامره بگی ماما کارت خود تو خیاط بکجا ما مسخرش کردی تو. اسم دایات تو اسم قادر بگو دایات نثار جان بابا دیگه اسم پیش دایات تو براغه این دیوارم اینجا همون خونده که به نیسا جان میخوندم به خود خود همون بخوندم همیده که معلوم بشه شعر و کمپوز خود نه این شیر نیه ها چیه؟ شغال و کشتوزیه خوب بیاین که بریم همین گلاسا رو بزرگ کنیم خوب اینا رو هم آقا جو جمع کن تو خوب میری برای مادر خوب صحبه نوانه. چند تا آقا جان داره؟ شما موقع جان میگید دیگه اینو موقع اینا بارتونیه دیگه خیلی بسیار نیست خیلی رقم نداره. من نداره دیگه اونا پشت در بازار. بازار خیلی شروع. شما بگید ببخشید شروع. سعی کو تو ما شما کو انشاءالله بله شکر خب دیوار بالا کنید همه من اینا رو به زمین میگذارم بگذارید ببین فکر رو فرستگی